با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مردم شریف ایران. این چیزهایی که اینجا میبینید یکی از گزارشات آقای میثم پاهو میباشند که 2 جلسه رفتن تهران زیر نظر دکتر فرامرز ذاکری که انشالله خداوند زودتر به ایشون بهبودی عنایت فرماید. طبق داده‌ها فعلا وضعیت ایشان زیاد پیشرفت نکردند و خانواده ایشان از پس پولهای انگفتی که دکتران و مریضان دریافت میکنند خیلی زیاد است و ایشان نمیتوانند از پس این از اینا بر بیان. طبق داده‌هایی که داریم باید این وضعیت‌هایی که میبینید وضعیت‌های قرمز یعنی نشانه مریضی سر ایشان است و طبق گفته دکتر باید کل قسمت سر به صورت سبز در بیاید تا سلامتی کامل را بهبود یابند. انشالله که با دعا و کمک‌های خیرخانه شما انشالله زودتر این جوان 26 ساله به آرزوهای خود برسد و بتواند برای خود زن و بچه‌ای کاری دست و پا کند. امیدواریم از این جور مریضا توی کشورمون اصلا نباشد و هیچ کس محتاج کسی دیگر نباشد. اما چه کنیم که قسمت روزگار اینجوری شده. ایشون هم از خانواده فقیری هستند. لطفاً جهت کمک آی مالی خود هرچی در دست دارید دریغ نکنید. نوبت سوم ایشون نزدیک هستند. 2 نوبت پیش دکتر فرامرز ذاکری رفته بودند. میتوانید پیگیری هم کنید. تهران فرامرز ذاکری دکتر اعصاب روانشناس فوق متخصص هستند. جهت پیشگیری میتوانید به ایشون زنگ هم بزنید. اینا مدارک ایشون هستند. ببینید فرامرز ذاکری شماره تلفن ایشان هم است. مریض آقای میثم پاهو. از تمامی عزیزان لطف داریم که کمکشون کنید تا به جلسه سوم دکتری که قراره بروند انشاءالله زودتر بروند. فکر کنم نوبت ایشون هفته پیش بودند که متاسفانه به دلیل کمبود پول به دلیل کمبود هزینه نتوانستند اقدامی نمایند و لذا از شما خواهشمندیم که جهت کمک‌های خیرخواهانه کمک‌های خود را به این شماره کارتی که داده‌اند ارسال نمایید. ممنون از تمام مردم ایران، چه سیستان و بلوچستان، چه تهران، چه کردستان، چه شیراز، چه مشهد، هر جا ایران هستید لطفاً کمک‌های خود را دریغ نکنید. ایشون هم آقای میثم پاهو یک جوان 26 ساله که در این جوانی روزای خود را در خونه و با مریضی می‌گذرانند. خونه زندگی ایشان هم این است. این اتاق جای زندگی ایشون است. فقیر هستند و کم دست. متاسفانه نه شغلی نه چیزی. پدر ایشان هم یک کشاورز است. خودتون داریم میبینین یک اتاق خانواده‌ای دارن در این زندگی میکنن از یک 6-7 نفر. امیدوارم که شما با کمک‌های خود حال این جوان رو خوش کنید. ممنون. التماس دعا یا خدا نگهدار.